سلام و عرض ادب. السلام علیک یا علی بن موسی رضا، السلام علیک یا جعفر بن موسی کاظم علیه السلام. وقتی که خادمای امام رضا، خادمای آقا جعفر بن موسی کاظم میبینی، یه آرامش خاصی بهت میده. یعنی اون فضا، اونجا، چطور بگم، کرامات همین حاج آقای جمشید رفیعی که چند روز پیش مشرف شدن مکه مکرمه، بهشون زیارت قبول گفتیم. صادقانه اگه از خودش هم بپرسین میگه که من هر چی دارم از این خاندان دارم. حاج آقای جمشید رفیعی چطور شده رفتیم مکه؟ والا من قصدم نداشتم برم، ولی خانمم گفت میای بری، چون اون میخواست بره. روزهای آخر شد دیگه، گفتم باشه میام. فرمودین هر چی شما گرفتین از این خاندان گرفتین. منکرش لعنت. انشالله که همیشه تنتون سالم باشه، انشالله که همیشه تو این مسیر ثابت قدم بمونید. خداوند عمر با عزت به شما بده. انشالله قسمت شما با خانواده تنها هر جوری که دوست دارید خدا قسمت کنه. انشالله دست شما درد نکنه حاج آقا. انشالله که التماس دعا داریم حاجی جان. درود بگردم، خدا نگهدار. روی ویلچر نشسته بود، منتظر بود که پسر بزرگش بیاد این ویلچر رو هول بده سمت حرم. عمیق به چشماش نگاه میکردم، دیدم به گنبد آقا علی بن موسی رضا خیره شده و یه چیزایی زیر لبش زمزمه میکنه. به خودم شهامت دادم، رفتم جلوتر، گفتم که حاج آقا، داشتی با آقا علی بن موسی رضا صحبت میکردی، میشه به منم بگین منم از این حال هواتون لذت ببرم؟ دیدم اشکاش سرازیر شد، گفت من باید الان مرده بودم. گفت این مریضی کرونا وقتی که دامنگیرم شد، گفت دکترها گفتن که به پسرم گفتن پدرتون دیگه از بین رفته. میگه از اونجایی که چشام نمیدید ولی گوشام میشنید. میگه یه لحظه تو اون حالتی که رو به رفتن بودم گفتم که یا آقا علی بن موسی رضا، درسته من آدم خوبی نبودم، ولی همسادت که بودم، من همسایگی شما میشینم، من از شهر کاشمر اومدم. آقا جان، کاشمرم جز همساده های شماست. من هنوز خیلی آرزو دارم، من هنوز خیلی کار دارم. آقا جان، من این با کرونا نمیرم. میگفت تو این حالت ها بودم که ملافه‌ای که رو من کشیده بودن تکون خورده و گفتن نه زنده است. میگفت دامادم گفت که ما از بیمارستان میبریم خونه، همون خونه اگه میخواد تموم کنه همون خونه تموم کنه. میگه من آوردن تو خونه، میگه توی اتاق دیگه به خاطر مریضی کرونا توی اتاق دیگه رخت خواب و تخت گذاشتن واسه من. میگفت فقط کسی که میومد داخل واسه من دارو یا آبی غذایی می آورد مارک زده بود دستکش، همه چی ضد عفونی شده می اومد اونجا. میگفت دقیقاً 8 روز، میگفت دقیقاً 8 روز من تو اون اتاق بودم. میگفت روز 8م
میگفت ناخودآگاه دلم شکست. میگه گفتم آقا جان یا امام هشتم، من 8 روزه تو این خونم، اگه میخوایی که بچه هام عذاب بکشن پس منو تو خونم بذار، تو خونم بمیرم. میگفت واضح دیدم یک نوری از پنجره اتاق وارد شد. میگفت دیگه حالیم نشد چی شد، دیگه متوجه نشدم. میگه تا به خودم اومدم دیدم رو تخت نشستم، از لطف و عنایت آقا علی ابن موسی رضا یه خورده پیراهن من خیسه. میگه چون تو اون عالمی که من بودم دیدم یه آقایی نصف لیوان آب به من داد، من خوردم. میگفت این آبا که ریخته بود رو پیرن من، میگفت نشانگر این بود که آقا علی ابن موسی رضا منو شفا داده. میگه خودم اومدم بیرون. میگه فقط به تنها کسی که خیلی محکم بود تو خونه ما همسرم بود با پسر بزرگم. گفتم نترسید، من آقای امام رضا شفا داده، الانم حالم خوبه، میخوام برم وضو بگیرم نماز بخونم. میگو همه تعجب کرده بودن، همه مونده بودن. واقعا لطف امام رضا نه فقط تو حرم، همه جای دنیا، هر جای دنیا که هستین، ساعت 8 صبح، ساعت 8 شب، با وضو دست راست بذار رو سینه، دست چپتو بیار بالا. واسه آقای امام حسین دست راست باید بیاد بالا. واسه آقا علی ابن موسی رضا دست راست بذار رو سینه، دست چپتو بیار بالا. بگو السلام علیک یا قریب القربا. هر جای دنیا که باشین جوابتونو میده، چون آقا علی ابن موسی رضا عاشق قریب قرباست. عزیزای دلم، امیدوارم که هر جای کره خاکی که هستین تنتون سالم باشه، شب روزتون امام رضایی باشه. انشالله با ما همراه باشید تا کرامات های دیگه امام رضا. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدارشون.